چی نگین آقا اومد کجا مدرسه 2 ساعته وای قولنامه موتور اینجا نزن میبرن چی میخواد ببره گردن به کلوفتی عزیزان دیروز این موقع اینجا موتوری بردن چجوری بردن اینجوری سوار شده بنده خدا خب سیوچ باز کرده هندل زده موتور برد وای برد بابا بکش وای بپوشون خانه باید دید رایت کنید بپوشون عروس بو تیبا میاد فوس بعد نزن حاجی نیم ساعت خودت میفهمی بسم ربی حبل باقی استاد زده هبل باقی مورد معامله یا اول دفترچه چیه چیزی نی استاد پول پیرنیان ماشینم داره دوشیزه مکرمه پاک دامن حالا یه ذره دامنش هم خاکیشه چه اشکالی داره یک دستگاه دوشیزه مدل آخر 1273 شاسی به شرط ولی پالانی خورده صلوات میگم تو مطمئنی عاقدی نه من عاقلم یه مشتی دیونه جمع شدن دور هم به هم بپیوندن منم شدم عاقل دوشیزه مکرمه خدیجه پاکمانتو وایسا این خب به ما روز اول گفتن توش پار میدن تو خانم اصل دهنت هم نذاشتن که نفهمی چه گوی خوردی خب عروس آخرش مهریه چند تا بنویسم با اجازه پدرم 1300 404 تا برای بار 1000 یا وکیلم عروس رفته گل بکشه بکشه یا بچینه جفتش همین بره جفتش رفته که گیچه 3 و 4 هم نمیکنن 2 ماه تا چرا با این انگشت زدی انگشت خودم دلم میخواد با عدل قرصی نگی با 10 سال مشتریشه گو خورد تو هم روش آی شباش گل محلتون رو بردی اربا باباتون خرقربتی بود چه کنه چه گویی بودی نزا هیچ کی چوغ بالا نزنه منم مرداش اومدم هر کی دعوا داره بگه گو خوردی تو آقا والا ببخشید در شده مشتی هم خوردی بچه مرداش باخ نمیده حالا چقدر تقدیم کنید قابلت نداره قربونت برم منزه خوشگلی عروس خدمت شما عزیزا والا یه عروس که من میبینم این جیگر نصفش هم اضافه این پنجمانم برای تو ما هرون خورید خدا خیر بده